نه ارزش شدن ثروت در جهان غرب. توی جهان غرب ثروت ارزشه ولی فساد کمتره. مسئولین به گوش و به هوش باشن در مورد این گفتگو. اسلام امروز چند نفر به دلیل سرقت و متهم شدن در پرونده قطع چهار انگشت دست راست شدن؟ چرا اونهایی که میلیاردی اختلاس میکنن قطعیت نمیشن؟ در روستای کوچک ما فسادی بیش از 500 میلیون تومان صورت گرفته و مدارک رو مسئولین دادیم پیگیری نمیکنند. البته اقتصاد سیاسی به خودی خود منجر به فساد میشه به دلیل رقابت و رسیدن به مناسبت‌های سیاسی. چرا برای یک کیف قاب عکسش رو تو روزنامه میزنن ولی برای بعضی‌ها حروف الفبا رو میگن؟ یا مثلا تو اینستاگرام گفتید من معلمم، با انواع پس‌انداز و صرفه‌جویی نمیتونم راحت زندگی کنم. وقت میشنوم که یه نفر این همه پول برداشت میکنه و میره. دقیقاً قراره چی بگین و ما چی بشنویم؟ مطمئناً حرفاتون تکراریه، راه حلاتون تکراریه، بهانه‌هاتون تکراریه و دارید خودتون رو به غفلت میزنید. گفتید که سیستم پیشگیری رو باید بر سیستم بازرسی ارجحیت بدیم، اولویت بدیم تا به مرحله‌ای نرسه که منجر به کشف فساد بشه. متشکرم. جناب پروفسور، خیلی‌ها باهاشون وقتی حرف میزنیم، حتی در ذهن خود ماها بدون روی دربایستی، ارزش‌ها کاملاً رنگ مادی به خودش گرفته. یعنی اگر یک نفری در نظام اجتماعی ما صاحب ثروت باشه، جامعه یه جور دیگه داره بهش نگاه میکنه. همین ما که خیلی ممکنه نسبت به فساد اقتصادی معترض باشیم، خودمون وقتی یک آدم ثروتمند رو میبینیم بسیار تجلیلش میکنیم، تمجیدش میکنیم، در حالی که اگر یک آدمی بسیار هم فاضل باشه اما وضع مالی خوبی نداشته باشه، نگاهمون بهش متفاوته. توی غرب هم شما زندگی کردید، اونجا وضعیت چطوره؟ ما چطوریم؟ یک مقایسه‌ای و یک توضیحی در این باره. من اجازه بدید اینو بنویسم که مقایسه واقعا ببینید. الان چند تا مسئله اینجا با هم دیگه کمی درآمیخته شده. اگه اجازه بدید یه تفکیکی بکنیم. یکیش این بودش که توبیخ به اندازه کافی نیست و یکی از کارهایی که ما الان مجبور هستیم، یک حکومتی که داریم، حکومتمون حکومت اسلامیه، نمیتونیم درباره ریشه های این حکومت صحبت نکنیم. این حکومت برای ما مقبوله، ما دوست داریم این حکومت موفق بشه. ما نمیخوایم که این حکومت طوری باشه که ناموفق بیاد بیرون. ما نمیخوایم که روحانیون حکومت رو در دست نگیرن. ما نمیگیم که روحانیت نمیتونه. ما داریم اینجا میگیم آقا جان شما اگر میخواید بهتر کشورداری بکنید این رو باید بهش توجه کنید. همون آموخته ها رو، همون اطلاعات با ارزش رو باید بپرورونیمش و به طور علمی مسئله پردازانه کاربردیش کنیم. یکی از اونها هم توبیخ هاست. اگر میفرمایید که توبیخ به روز نیست، ما نمیتونیم انگشت رو بزنیم، این مسئله بسیار مهمه که پس کدوم یکی از ارکان ما در دینمون عامل بروز بودن و بروز نبودن توشه. یعنی ما داریم یه پدیده جدیدی رو وارد میکنیم، باید به این توجه کنیم. در کشورهای دیگه مثلا چین که اون کشور هم دچار فساده، توبیخ‌ها فوق‌العاده شدیدن، فوق‌العاده شدیدن. شما در نمیتونید ببینید یه نفر که هزاران میلیارد، در یکی از این اخبار پیامک‌ها که برای من اومد، یکی از متهم جدید میگه من 22 میلیارد یورو پول دارم، پول نقد دارم. وقتی یک همچین شخص اینقدر پول داره، شما اینو با چی میخواید مجازاتش کنید؟ با چقدر میلیارد؟ پول که تأثیر نداره. اگر بخواید فساد رو ریشه کن کنید، توبیخ باید بسیار بسیار بیشتر از اون عملی باشه که انسان میره به طرفش. اینو دانشمندان در خود قرآن شریف هم همین اومده.
قرآن شریف امروز دیگه نمیگه 4 تا انگشت بزنید. قرآن شریف میفرماید توبیختون باید به قدری شدید باشه که جبران ناپذیر باشه، طرف اصلا دیگه نره طرفش. و این با پول ممکن نیست. شما نمیتونید یا با زندانی کردن، این ممکن نیست. باید توبیخ‌ها خیلی شدیدتر باشه. در مورد این که ما از آغاز انقلابمون یک انقلاب معنوی بوده. مردم دنبال ساده زیستی بودن، دنبال فداکاری بودن، پیر و جوان، ثروتمند و فقیر همه میرفتن، حتی به جبهه هم میرفتن بودن، حتی ادیان مختلف هم اومدن به از مذاهب و ادیان مختلف اومدن در جبهه ها شرکت کرد. وقتی که امام رحلت کردند یک بلای سر کشور ایران اومد که سر عثمانی ها اومد. اینها اشرافیت وارد کشور ما کردن، ریل ها رو طوری گذاشتن که ثروتمندا آزاد باشن، بتونن فخر فروشی کنن. از این طریقه که ارزش های جامعه تغییر کرده، مردمی که حاضر بودن هر نوع فداکاری بکنن وقتی این الگوها رو میدیدن. وقتی من میدیدم که وقتی میخواستیم بریم اسم بچه‌مون تو مدرسه بنویسیم، این نفر که خانم چادری میومد فقیر بود، مدیر مدرسه اصلا جوابشو نمیداد. یکی که پول داشت میدونه ها این پول میاره تو مدرسه، احترام از جاش بلند میشد. حالا این خانم فوکالش بیرون باشه فلان باشه اصلا مانعی نداره از نظر اونی که الان دنبال پوله. خب از این طریق پول میشه با ارزش. من در این کتاب اخیرم عکس یک خانم چادری رو نشون دارم میدن که چادرش تو دندونشه، 2 تا کیسه بزرگ میوه خیلی مثلا شاید 20 کیلو 2 تاش بشه که داره میره. خب 2 تا خانم ثروتمندم در ماشین خیلی شیک اون طرف دارن قهقه میزنن، دستای بلورین خودشون نشون میدن، انگشتای لاک زده خودشون نشون میدن. خب اینجوری ارزش ها تغییر کرده. اون میگه من غلط کردم که این چادر سرم بکنم. اینجوری ما داریم قشر پایین موافق انقلاب رو، کسانی که انقلاب کردن اگر در آینده هم جنگی بشه دوباره همینا هستن که میرن جلو، ما اینا رو داریم با دست خودمون از بین میبریم. جناب پروفسور من یه سوالی دارم. این فاصله طبقاتی به هر حال در بسیاری از کشورها وجود داره و گریز ناپذیره. یعنی نمیشود گفت یه جامعه باشد که همه این هم باشن، آدم‌ها اندازه همدیگه باشن. دقیقاً انتقاد شما به چیه؟ ببینید خیلی نکته قشنگیه. من 2 تا چون فرمودید کشورهای دیگه چجوری هستن، من اول یه مثال از امریکا میارم و مثال از اروپا. در امریکا در یکی از بالاترین ضریب جینی رو وجود داره، بالای 0.48 حدود است، حتی بیشتر از ایرانه. فاصله طبقاتی جدی تره. خیلی بیشتر از ایرانه. اصلا حالا ما داریم جین ایندکس رو برای درآمد میگیریم، برای ثروت اصلا قابل تصور نیست که چه تفاوتی است در امریکا. اما امریکایی‌ها این هنر رو دارن که انگار که یه واکسن بزنن به مردم با روشی به نام American Dreams بهش میگن، American Way of Life. اینجوری میگن. اینجوری کردن با هر کسی که صحبت میکنی میگه هر کسی بخواد در امریکا میتونه رشد کنه، از پایین بیاد بره. بعد یه فیلم هم درست میکنن، اسم اون هنرپیشه‌اش یادم رفته، یه سیاه پوستی که جا نداره برای خوابیدن، شب با بچهش میره تو توالت، تو ایستگاه مثلا قطار میونه، بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یک ثروتمند. اینجوری دارن تو مخ مردم میکنن که هر کسی بخواد از پایین میتونه بیاد بالا، هر کسی نمیاد